آقا توی این مملکت فقط عکس‌ها هستند که جابجا میشن. ماکت‌ها، مارک‌ها، عروسک‌ها، تخته‌های چوبی و قیف‌ها. خوزه ولی فقط فحش دادن بلد نبود. او یاد گرفته بود توی بیشه قمرود قدرت پرتاب آب دهانش را هم تقویت کند، طوری که میتوانست تا 5 متر به راحتی پیشانی و نوک دماغ طرف را هدف بگیرد. تمرینش را با چندین عکس از پوزی تاریخ شروع کرده بود. ملانی کابوکه تا وقتی توی ده قمرود بود به او یاد داده بود که حتی بی هدف روی هر چیزی که از نظر او ناخوشایند است توف بیاندازد. خوزه آنقدر تمرین کرده بود که دیگر کار از دیوارهای اتاقش فراتر رفته بود و هر چیز و هر کسی را با آب دهانش به تسلیم وادار می‌کرد. حتی قدرشناسی دیگران را هم مدیون همین تفاندازی خودش می‌دانست، طوری که از صورت خودش هم توی آینه وقتی عصبانی بود نمی‌گذشت. درختان، پنجره‌ها، سنگ قبرها، موریانه‌ها، کتاب‌های رنگارنگ و خطوری که قوانین مانوهای اعظم را ترویج می‌کرد.